من 3 سال از زندگیم رو هدر دادم چون یک دروغ بزرگ باور کرده بودم. بهم گفته بودن فقط ارادت رو قوی کن. تا اینکه یک شب از ماکیاولی یک جمله خوندم که همه چیز رو تغییر داد. حاکم به سیستم تکیه می کند، نه به اراده. اون شب فهمیدم چرا همیشه شکست می خوردم. و امروز میخوام بهت نشون بدم چطور بدون اراده، بدون انگیزه، فقط با 3 تکنیک عصب شناسی مغزت رو وادار کنی که برات عادتهای فولادی بسازه. تا آخر بمون. بگو ببینم، تو تا حالا چند بار به خودت گفتی از فردا همه چی فرق میکنه؟ چند بار قول دادی که از فردا زود بیدار میشی، ورزش میکنی، مطالعه میکنی و چند بار همه چی همونجور قدیمی موند؟ حالا بذار یک حقیقت سخت بهت بگم. مشکل تو اراده نیست. مشکل تو اینه که داری با یک ماشین 300,000 ساله جنگ میکنی با تاکتیک های غلط. مغز تو دشمن تو نیست، ولی یک چیز رو خوب بدون: اون هیچ وقت طرف تو نخواهد بود مگه اینکه مجبورش کنی. مغز تو یک خسیس حرفه‌ای. گوش کن، مغز تو فقط 2% وزن بدنته، ولی 20% انرژی بدنت رو میخوره. 1/5 تمام سوخت بدنت فقط برای این 3 پوند چربیه. پس مغز یاد گرفته صرفه جویی کنه، میانبر پیدا کنه. وقتی میخوای صبح زود بیدار شی، مغزت میگه نه، خواب بیشتر، انرژی کمتر میخواد. وقتی میخوای ورزش کنی، مغزت میگه نه، نشستن روی مبل امن‌تره. این مکانیزم بقا نیست داداش، این تله بقاست. مغز تو برنامه ریزی شده که تو رو توی همون منطقه امن نگه داره، حتی اگه اون منطقه امن داره زندگیت رو نابود میکنه. حالا بریم 500 سال به عقب. ایتالیا، جنگای داخلی، خیانت‌ها. ماکیاولی میگه اگه میخوای قدرت داشته باشی، هیچ وقت به اراده مردم تکیه نکن. اراده تغییر میکنه. فردا عاشقتن، پس فردا خنجر میزنن. پس چی کار کنی؟ سیستم بساز، قانون بساز، ساختار بساز که بدون اراده کار کنه. حالا این رو به زندگی خودت ترجمه کن. هر روز صبح که بیدار میشی، اگه بخوای به ارادت تکیه کنی، باختی. چون اراده مثل یک سرباز خسته است. امروز پیش تو، فردا فرار میکنه. ولی سیستم مثل یک ماشین، خسته نمیشه، شکایت نمیکنه، فقط کار میکنه. جیمز کلیر توی کتاب عادت اتمی یک حقیقت طلایی میگه: تو به سطح اهدافت بالا نمیری، تو به سطح سیستم هات سقوط میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه هدف داشته باشی ولی سیستم نداشته باشی، اون هدف فقط یک خیال خوشگله. میخوای بدن عضلانی داشته باشی؟ عالیه. ولی اگه سیستم نداری که هر روز 45 دقیقه ورزش کنی، اون هدف معنی نداره. تو الان هم سیستم داری، ولی سیستمت برای شکست خوردنه. سیستم تو چیه؟ هر شب تا 2 صبح اسکرول کردن، هر صبح تا 11 خواب، هر وعده غذایی فست فود. این هم یک سیستمه و خیلی خوب کار میکنه برای نابودی زندگیت. تو توی یک جنگ هستی. پس بذار صاف و ساده بگم: یا تو سیستم میسازی که مغزت رو کنترل کنه، یا مغزت یک سیستم میسازه که تو رو کنترل کنه. همین، هیچ راه سومی نیست. و امروز من میخوام بهت 3 سلاح بدم که بتونی این جنگ رو ببری. 3 تکنیک عصب شناسی که مغزت رو مجبور میکنه برات کار کنه، بدون اراده، بدون زور، فقط استراتژی. سلاح اول، تکنیک میانبرهای عصبی. چطور مغز عادت میسازه؟ بذار یک سوال ازت بپرسم. چرا هر صبح بدون فکر کردن دستت میره سمت موبایلت؟ نه چون تصمیم گرفتی، نه چون اراده داری، چون یک مسیر عصبی توی مغزت ساخته شده. علم میگه هر بار که یک کار رو تکرار میکنی، نورون‌ها توی مغزت به هم وصل میشن، یک مدار عصبی میسازن، مثل یک راه کوهستانی. اولین بار سخته، پر از سنگ و خار. دومین بار یکم راحت تر. بار 20م
حتی با چشم بسته میتونی ازش رد بشی. این همون چیزیه که به عادت میگیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که مغزت الان پر از مسیرهای اشتباهه. مسیر صبح بیدار شو، موبایل چک کن خیلی صاف و راحته، ولی مسیر صبح بیدار شو ورزش کن هنوز وجود نداره. استراتژی ماکیاولی محیط رو به یک قلعه تبدیل کن. ماکیاولی میگه حاکم هوشمند محیط رو طوری میسازه که دشمن هیچ راه فراری نداشته باشه. ترجمه: اگه میخوای عادت خوب بسازی باید محیطت رو طوری بچینی که انجام اون کار آسون ترین انتخاب باشه. بذار یک مثال واقعی بهت بدم. میخوای هر روز کتاب بخونی؟ راه اشتباه. بگی باید انگیزه پیدا کنم. راه درست. امشب همین الان یک کتاب رو وردار بذار روی بالشت. صبح وقتی چشم باز میکنی اولین چیزی که میبینی کتابه، نه موبایل، نه تلویزیون، فقط کتاب. مغزت میگه خب راحت ترین کار چیه؟ این کتاب جلوی دستمه و شروع میکنی به خوندن. این همون چیزیه که کلیر بهش میگه طراحی محیط. تو نباید با مغزت بجنگی، باید محیط رو طوری بسازی که مغزت مجبور بشه اطاعت کنه. حالا یک قانون طلایی برات دارم که زندگیت رو تغییر میده. قانون 2 ثانیه. اگه یک عادت بیشتر از 2 ثانیه زمان نیاز داره تا شروع بشه، احتمال شکستت 80% بیشتره. چرا؟ چون مغزت توی همون 2 ثانیه اول تصمیم میگیره که فرار کنه یا نه. پس باید هر عادت رو خیلی خیلی آسون کنی. مثال، میخوای هر روز ورزش کنی؟ راه اشتباه، بگی باید برم باشگاه. چرا اشتباهه؟ چون رفتن به باشگاه یعنی لباس پوشیدن، بستن کیف، رفتن با ماشین، پارک کردن. مغزت میگه خیلی سخته، نمیرم. راه درست، لباس ورزشیت رو امشب کنار تختت بذار. صبح فقط بگو 5 بار فیکس، همینجا، همین الان. 10 ثانیه طول میکشه. و میدونی چی جالبه؟ وقتی 5 بار فیکس زدی مغزت میگه خب حالا که شروع کردیم بریم 10 تا و بعد بریم یه دور دویدن. شروع کردن سخته، ادامه دادن راحت. حالا چطور میانبر عصبی بسازی؟ گوش کن به این 4 قدم. قدم 1، یک عادت کوچیک انتخاب کن. نه 2 ساعت مطالعه، بلکه 10 دقیقه کتاب خوندن. قدم 2، محیط رو آماده کن. امشب، نه فردا. کتاب، لباس ورزشی، وسایل مورد نیاز رو جلوی چشمت بذار. قدم 3، قانون 2 ثانیه رو اجرا کن. هر عادت باید توی کمتر از 2 ثانیه شروع بشه. قدم 4، 21 روز متوالی تکرار کن. هیچ روزی رو جا نذار، چون داری مسیر عصبی میسازی، نه فقط عادت. دانستن اینا کافی نیست، چون مغز یک دشمن باهوشه. پس ویدیو رو لایک کن تا بریم سراغ سلاح بعدی. سلاح دوم، استراتژی انقلاب کوچک. چرا همه تلاش‌های بزرگ شکست می‌خورن؟ بذار یک سناریوی واضح برات بکشم. اول سال نو، تو با انگیزه کامل میگی امسال همه چی فرق میکنه. میخوای هر روز 6 صبح بیدار شی، 2 ساعت ورزش کنی، 3 ساعت مطالعه کنی، غذای سالم بخوری. هفته اول خوب، هفته دوم یکم سخت، هفته سوم شکست کامل. چرا؟ چون تو خواستی یک انقلاب بزرگ درست کنی، ولی مغزت از انقلاب‌های بزرگ وحشت داره. چون انقلاب یعنی تغییر، تغییر یعنی خطر، خطر یعنی فرار. علم عصب شناسی چرا 1% جواب میده؟ یک بخش از مغزت هست به اسم آمیگدال. این بخش مثل یک نگهبان ترسوه، همیشه دنبال خطر میگرده. وقتی میخوای تغییر بزرگ ایجاد کنی، آمیگدال شروع میکنه داد زدن. خطر، تغییر، برگرد عقب. و تو نمیتونی مقاومت کنی، چون این مکانیزم بقاست. ولی یک راه حل وجود داره. تغییرات رو خیلی کوچیک کن که آمیگدال اصلاً متوجه نشه. جیمز کلیر این رو به بهترین شکل توضیح میده. اگه هر روز فقط 1% بهتر بشی، بعد از 1 سال 37 برابر بهتر میشی. یعنی هر روز قدم‌های کوچیک بردار و 1% خودتو بالا ببر. پس انتخاب با توه. ماکیاولی میگه بهترین پیروزی اون پیروزی است که بدون جنگ به دست میاد. چرا؟
چون جنگ انرژی میخواد، تلفات داره، خطرناکه. ولی اگه بتونی بدون جنگ فتح کنی، پیروزی کامل، بدون هیچ زیانی. اگه بخوای با زور و اراده عادت بسازی، مثل یک جنگ تمام عیاره. هر روز باید بجنگی، خسته میشی، میسوزی، شکست میخوری. ولی اگه تغییرات رو خیلی کوچیک کنی، هیچ جنگی نیست، فقط یک قدم کوچولو و بعد یکی دیگه. حالا یه کاری کن، هر عادت رو به کوچکترین واحد ممکن تقسیم کن. مثالهای واقعی. میخوای کتاب بخونی؟ شروع کن با 1 صفحه، نه 10، نه 50، فقط 1 صفحه. میخوای ورزش کنی؟ شروع کن با 5 بار فیکس، نه 100، فقط 5 تا. میخوای مدیتیشن کنی؟ شروع کن با 1 دقیقه، نه 30 دقیقه، فقط 60 ثانیه. و اینجا نکته کلیدی، این کار رو باید 21 روز متوالی انجام بدی. هیچ روزی رو جا نذار، حتی اگه خسته ای، حتی اگه مریضی. چرا؟ چون تو داری سیستم میسازی، نه فقط عادت. و سیستم یعنی غیر قابل مذاکره. فرض کن روز اول 1 صفحه کتاب، روز 10 هنوز 1 صفحه، روز 20 باز 1 صفحه. فکر میکنی چیزی تغییر نکرده؟ کاملا اشتباه میندیشی. بعد از 20 روز 3 اتفاق رخ داده. 1. مغزت یاد گرفته خوندن یک چیز طبیعیه، دیگه مقاومت نمیکنه. 2. تو اعتماد به نفس ساختی که میتونی به قول خودت وفادار باشی. 3. مسیر عصبی ساخته شده. حالا خوندن یک عادت اتوماتیکه. و روز 21 دیگه به خودت نمیگی باید 1 صفحه بخونم، میگی چرا فقط 1 صفحه؟ بریم 5 صفحه. روز 40 بریم 10 صفحه. 6 ماه بعد بدون اینکه متوجه بشی سالی 30 تا کتاب خوندی. این همون اثر انباشتگیه که کلیر ازش حرف میزنه. تغییرات کوچیک روی هم میافتن و یک انفجار بزرگ میسازن. سلاح سوم، هنر جنگ روانی با خود. مغزت یک بازیگر حرفه‌ایه. حالا بذار صریح باشم، حتی اگه محیط رو درست کنی، حتی اگه کوچیک شروع کنی، یک روزی میاد که مغزت میگه امروز نه، خسته ای، فردا شروع کن. و اینجا بیشتر آدم ها میبازن، چون مغزت یک استراتژیست حرفه‌ایه. اون میدونه اگه امروز نری، فردا راحت تره که دوباره نری و روز 3 دیگه تموم شده. پس باید یاد بگیری چطور جنگ روانی با مغزت انجام بدی. مغزت نمیتونه تفاوت بین یک تهدید واقعی و یک تهدید تصوری رو تشخیص بده. مثلا اگه تصور کنی داری از صخره سقوط میکنی، قلبت تند میزنه، دستات عرق میکنن، حتی اگه داری راحت روی مبل نشستی. چون برای مغزت تصور یعنی واقعیت. حالا از این ضعف استفاده کن. ماکیاولی میگه حاکم هوشمند از ضعف دشمنش به نفع خودش استفاده میکنه. ضعف مغز چیه؟ مغز از تصویر میترسه. پس بذار بهت یک تمرین قدرتمند یاد بدم. هر شب قبل از خواب این کار رو انجام بده. قدم 1، 5 دقیقه چشمات رو ببند. قدم 2، تصور کن داری به خودت توی آینه نگاه میکنی، ولی نه الان، 5 سال بعد. قدم 3، 2 تصویر بساز. تصویر اول، مسیر شکست. خودت رو ببین اگه ادامه بدی به همین زندگی. چاق، خسته، بی پول، تنها، افسرده، بی ارزش. احساس کن. درد رو احساس کن. پشیمونی رو احساس کن. تصویر دوم، مسیر پیروزی. خودت رو ببین اگه هر روز 1% بهتر بشی. قوی، سالم، باهوش، موفق، محترم، قدرتمند. احساس کن. غرور رو احساس کن. قدرت رو احساس کن. قدم 4، به خودت بگو کدوم رو میخوام. این کار چی میکنه؟ مغزت رو مجبور میکنه انتخاب کنه و وقتی تصویر شکست رو ببینه میترسه و ترس بهترین سوخته. میخوام یک تکنیک دیگه از روانشناسی بهت یاد بدم. وقتی مثل یک فرد حرفه‌ای رفتار میکنی، مغزت فکر میکنه واقعاً حرفه‌ای هستی. به این میگن اثر شناخت پوشیده. یعنی لباسی که میپوشی رفتارت رو تغییر میده. پس میخوای ورزش کنی؟ صبح اول کار لباس ورزشی بپوش. میخوای مطالعه کنی؟ یک فضای تمیز بساز. یک قهوه درست کن. یک نوتبوک بذار جلوت. میخوای موفق بشی؟
مثل یک آدم موفق لباس بپوش، حتی اگه هنوز چیزی نساختی. چرا جواب میده؟ چون مغزت شروع میکنه باور کنه که تو اون آدمی هستی و وقتی باور کنه رفتارت رو تغییر میده. دستورالعمل جنگی. چطور پیروز شی؟ قدم 1. هر شب تصویرسازی کن 5 دقیقه بدون استثنا. قدم 2. لباس مبدل بپوش. هر روز مثل اون نسخه ای از خودت رفتار کن که میخوای بشی. قدم 3. به مغزت دروغ بگو. وقتی میگه امروز نمیتونی بهش بگو فقط 2 دقیقه. قدم 4. تنبیه فوری داشته باش. اگه یک روز کارت رو انجام ندادی همون لحظه خودت رو تنبیه کن. 50 بار فیکس یا 2 ساعت بدون موبایل. حالا وقتشه برای خودت یه برنامه ریزی مناسب انجام بدی. من یک مثال برای 2 روز میزنم برات. روز اول عملیات پاکسازی محیط. مأموریت: محیطت رو برای اطاعت آماده کن. اقدامات دقیق: 1. شب قبل از خواب موبایلت رو بذار توی اتاق دیگه، نه کنار تخت. لباس ورزشی رو بذار روی صندلی. یک کتاب رو بذار روی بالشت. یک لیوان آب رو بذار کنار تخت. 2. صبح به محض بیدار شدن اون آب رو بخور. 5 بار فیکس بزن. همونجا بدون فکر کردن. 1 صفحه کتاب بخون. شب 5 دقیقه تصویرسازی کن. 2 مسیر رو ببین. هدف: ساخت اولین میانبر عصبی. قانون: اگه یکی از این کارها رو انجام ندادی 50 بار فیکس جریمه. روز دوم عملیات حمله 1%. مأموریت: به مغزت ثابت کن که کنترل با توئه. اقدامات دقیق: 1. صبح همون کارهای دیروز رو تکرار کن. 1 صفحه کتاب بخون، نه بیشتر. فقط 1 صفحه. 5 بار فیکس، نه بیشتر. فقط 5 تا. 2. ظهر به خودت 1 پاداش کوچیک بده. 1 قهوه، 1 اسنک سالم. بهش بگو این پاداش پیروزی منه. شب تصویرسازی 5 دقیقه‌ای. بعد بگو امروز به قولم وفادار موندم. هدف: ساخت احساس پیروزی کوچک. قانون: اگه یکی از کارها رو جا انداختی فردا 2 برابر انجام بده. از روز سوم هم 1% تمام موارد رو زیاد کن. مثلا 1 صفحه کتاب بشه 2 صفحه کتاب. به یاد داشته باش که این یه برنامه برای درک تو هستش، وگرنه هم شخص باید با توجه به اهداف خودش برنامه مناسب خودش رو طراحی کنه و مهمتر از اون بهش پایبند باشه. جیمز کلیر در کتاب عادت‌های اتمی میگه هر عادت 21 روز انجام بشه بعدش میشه جزئی از هویت شما و شما دیگه نمیتونی اون رو نادیده بگیری. پس هدفهای کوچیک بذار، آرام آرام رشد کن. بذار یک حقیقت سخت بهت بگم. تو 2 انتخاب داری. فقط 2 تا. انتخاب اول: همین الان این ویدیو رو ببندی، بری سراغ زندگی عادیت و ادامه بدی به همون چرخه شکست. فردا بیدار شی باز هیچ چیز تغییر نکرده باشه. 1 سال بعد باز همون آدم باشی، شاید بدتر. 5 سال بعد به عقب نگاه کنی و بگی کاش این کارو کرده بودم. این انتخاب اوله. انتخاب دوم: همین الان تصمیم بگیری که تموم شد. تموم شد تکیه کردن به اراده. تموم شد گفتن از فردا. تموم شد بازنده بودن. امروز همین الان تو یک سیستم میسازی که مغزت رو مجبور میکنه برات کار کنه. این انتخاب دومه. یا کنترل میکنی یا کنترل میشی. ماکیاولی 500 سال پیش گفت حاکم یا قدرت داره یا قدرت ازش گرفته میشه. راه سومی نیست. جیمز کلیر امروز میگه سیستم هات سرنوشتت رو تعیین میکنه و من بهت میگم یا تو مغزت رو کنترل میکنی یا اون تو رو کنترل میکنه. هیچ راه سومی نیست. حالا من یک چالش دارم برات. همین الان پایین توی کامنت ها بنویس من آمادم. امروز شروع میکنم. چرا این مهمه؟ چون وقتی مینویسی یک تعهد عمومی میسازی. مغزت میگه من به بقیه قول دادم، نمیتونم شکست بخورم.
و این همون چیزیه که بهت انگیزه میده. پس همین الان، همین لحظه برو پایین و بنویس من آمادم. اگه این ویدیو برات مفید بود یک کار دیگه هم بکن. این ویدیو رو برای یک نفر بفرست که میدونی داره با خودش میجنگه. شاید اون یک نفر برادرت باشه، دوستت، همکارت، کسی که میدونی نیاز داره این رو بشنوه. حالا برو شروع کن. به امید پیروزی شما. بدرود.